چند تا دوستایی که از شهر تشریف آوردن با یک 4 نفر درسته. اینا کارت ختم قرآن آوردن و 1 نفر رو هم دعوت کردن و 4 نفر هم همراه خودشون کارت ختم قرآن اومدن که انشالله باز بعدا خودشون هم صحبت میکنه. بزرگترین گنج افغانستان همین گنج سلیمی است. جان السلام علیکم. مولانا باشین. جان زنده باشیم. دیگه بیا نزدیک کنیم همین چی یک نگاه بکنیم. بیا حاجی ارباب صاحب، بعد از این سوالات رسمی در مورد خود قدامت قریه و همچنین کشاورزی و رسم و رسومات منطقه، خب یک کمی خود شما البته بیایم شادتر صحبت بکنیم در مورد یکی از زندگی هایی که مثلا ما و شما در گذشته، خب شما هم سنن و هم تجربتن و هم علما از ما بزرگتریم و زندگی در گذشته البته به اطراف، خب داخل شهر تو میشه که ما از مردم شهر مثلا پرسان بکنیم، باز قریجات و اطراف خیلی فکر میکنم زیباتر و عالیتر بود. و زندگی در گذشته چگونه بود؟ حالی که مثلا تکنولوژی اوج پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی و این همه ماشین آلات و این همه فلان و فلان و فلان، حالا چگونه؟ حالا خود زندگی بسیار مشکل شده، ولی قبلا که بود زندگی بسیار آسان بود چون قناعت بود. مردم دنبال مصرف‌های بی‌روی و چی نبودم. کشت میکردم 100 من گندم می‌داشتم، یک 50 برنج به حساب شلی میکشتم، 50 برنج داشتم، گوسفند لند داشتم، هنمور میکشتم، روغن کنجه با هم مخلوط میکردم. هم زندگی به اون قناعت داشتم میچرخوندم. لباس بسیار و بسیار کفش بسیار و شامپو و صابون و امکانات بسیار نبود. بسیار میمونی‌های کلان مصرف‌های زیاد و بی‌روی نبود. کسی میموندش 1-4 کیلو برنج صدری یا بیشتر به اندازه توانایی خود میمون، یا 50 نفر یا 100 نفر یا بیشتر یا کمتر به اون اندازه اون برنج مصرف میکردم. مثل یک گوشت ساده درست میکردم. یک مثال یک کچولی قرمه کناری بود، به اون قناعتی بود. حال میبینیم میکنن خب بسیار یک مصرفایی که از حد و توان گذشته تمام مردم از یعنی اقتصاد فعلا با مشکل به خاطر مصرف بی‌رویه. اگر مصرف درست باشه اقتصاد همین الحمدلله فعلا هم خوبه، چون عواید بیشتر از قبله. قبل که بود خود ما سالانه تقریبا شاید 10 خروار گندم برداشتیم، 10 خروار شلی داشتیم، 10 خروار انگور داشتیم، برمی کل فامیل ما میچرخید. فعلا خود ما یعنی سالانه اگر بگم 10 لک روپیه عواید ما دارم، ولی بازم قرضدار میشم با آخر سال. چیه که مصرف ها بی‌رویه شده. همون فامیل ما که تقریبا یک فامیل بود حال 20 فامیل شده، نفوس هم زیاد شده. همین دلیله که مردم به حال فعلا با مشکل زندگی میکنن. قبلا بسیار ساده و آرام بود مردم. ساده بود، خلاصه دغدغه‌ای هم نبود و خیلی هم قشنگ بود. جناب جلال صاحب تشکر از شما. و اگر یک البته شما هم دو راه، شما هم یک انتخاب بکنیم، یک خاطره از گذشته، یعنی از دوران قدیمی، از دورانی که دغدغه‌ای نبود و ساده بود و خیلی قشنگ بود، یا یک خاطره از حاله، هر کدوم که به نظر شما زیباتر و عالی‌تر و اینا یک خاطره به دوستایی که دارن شما نگاه میکنن تعریف بکنه. خاطره خو از قدیم به شما میگم ان شاء الله. من طفل بودم، تقریبا 12 یا 14 ساله بودم. ما بیگار بیرون میکردم. اون وقت هم کمیته ها بود واسه زمان انقلاب. یک جا یک از این قماندانای وقت به حساب برج ساخته بود. ایر 4 طبقه درست کردید، طبقه پنجم باز بالی از یک زیکوه که به حساب نصب میکردن. دیوالا از این خشتای گلی 18 خشت بود بالا. ما از این همسایه‌ها 10 نفر بالا می برج کار میکردیم. یکی گل آوار میکردم، گلی بود دیگه، یکی نوه میورد و یکی گل جا میکرد و خلاص در حدود 60 نفر در کل از 6 قریه به اونجا حساب بیگار کار میکرد. کم یک دفعه دیدیم که امت خود به خود بشیش نمیزنیم. همین برج از هم ریشه بگشت. ریشه بگشت که بیان پیامون قماندانه که بالاخره که به سر ما ظلم میکرد همون به زیر شد تا گردن. ما می 59 نفر دیگه تو سالم به حساب راحت که نفهمیدیم مثل که به اینجا شیشتیم، همین راحت بشیشتیم به جا. هیچ کس هیچ کار آسیبی هم ندید. هم خاطرات خوشی بود هم تلخ. خوشی بزی بود که از این تو جای بالاخره بیاندیم پایین در حدود تقریبا 15 متر. ما هیچ کار نشد، یعنی احساس هیچ آسیبی هم نکردیم. هر چی که خواست خدا باشه و خواست خدا همه ما راضی هستیم.
تشکر بسیار زیاد از شما. دست شما در نکنه از اینکه امروز زحمت کشیدیم در کنار ما هستیم. خداوند از شما راضی باشه. تشکر از شما همچنین. سلامت باشین، بخیر و عافیت باشین. دوستان گرامی همراه ما باشین در ادامه برنامه. ما این شما که امروز بیامدیم به ولسوالی زیبای پشت در خون گرچه من خیلی سالا بود نماده بودم، امروز خیلی خوشحال که آمدم. امروز بدونید این بازار چیه؟ خبر نظر شما راجع به همین بازار چطوره؟ خب بسیر جان، ما به این خوشحال هستم که اولین بار است اولین بار است ما به ولسوالی پشت زرغون آمده. انشالله که آخرین بار شما نباشه. میاییم به خیر خوشی. جالب با کجاست؟ جانا تو یک گنج مقبولی، تو یک گنج جانا صدا ماشاءالله جنب جوش هم خیلی با زیاده. بزرگترین گنج افغانستان همین گنج سلیمی است. جانا السلام علیکم. جانا زنده باشه. ما دیگه بیا نسه کنیم همین چی یک نگاه بکنیم. بیا سلام علیکم. زنده باشه. لالا جان خوبه؟ بخیر، صحت خوب، سلامتی، بیا خوشحالیم. اینا که میشه اول خود معرفی بکنه؟ یک معرف نظام‌الدین و یک تن از باشنده‌های شهر هرات ولسوالی پشت زرغون. همین قریه سلیمی همینجا زندگی میکنه. ولسوالی پشت زرغون قریه سلیمی. خیلی عمالی. چی رقم کاروبارا خوبه؟ الحمدلله خدا شکر. الهی شکر. روزگار به چرخه چی هست اینا دیگه؟ زایات شرکت که اینایی که تولید میکنن زایات میشه که مثلا یک موقع برق میره چه میشه؟ زایات از اینا باید بیاریم اینجا که شما درسته. زایات مثلا شرکت که تولید میکنه اشتراک صنعتی میاد. صنعتی بله. مثلا موقعی که میشکنه که میشه تازه است. ولی تازه است، خوش میاد. بله خوش میاد. همه چیزی اوره. خیلی. این زایات به چی استفاده میکنه؟ اینا برای خوردنیه دیگه. کسایی که مثلا غریب کارا میاد از اینجا مثل 20 روپیه 50 روپیه میخرم بعد میبرم به بچه‌ها استفاده بچه که اینا سالمه. دیدنیه که مثلا مونده باشه یا چه باشه تازه از این شو تولید میکنه. ما صبح میریم اینا میاریم بعد تازه تاریخی دیگه به حساب تیر نشه. همه چیز تازه. اینا شو یا تولید شو یا روزه. تولید روزه که مثلا روز کار میکنه نمازگار هر چی تولید چه اینا مثلا داخل کارتون ما میریم میاره بعد میفروشه. خب خیر بینی هدف از موقعی که برق میره اینا نوال مثلا موقعی که برق میره یا بغل مثلا این مشکانه که داخل گوش نمیشه تو با ما میاره. خیر بینید. تشکر از شما. زنده باشیم. برم یک دور دیگه بزن. خیر بین. خب نه دوست عزیز، قسمی که دیدین این زایات به خاطر اینجا به فروش میرسانن چون اینجا مردم تقریبا غریب کار هستن، مردمایی هستن که وضع اقتصادشان خوب نیست. بله. به خاطر از این شب روز خودم میچلانن با میخسا. بریم همین تو خودشان کمی بالاتر ببینیم چی رقم فیروجا. چاش ترم نمیره من خوش چاش نمیره پیش از اینا چی رو خوبیم بخیریم صحت خوب سلامت اتیار خوشحالیم بخیریم. چه کار میکنی؟ پیاله میفروشیم. این پیاله که شما ام نداشته باشید چه کار کنید هم دارم فیروجا نه که گلیم واقعا خوش شدن. یک پیاله بره که ما بخور بینه بگه عزیز ما واقعا که رو کرو راستم گلیم خوش شده گفتم که من که بگه بیننده عزیز برادر محترم گفتن چاشت نرین باشین همراه ما دیگه. بسیر جان و صافی هم می تو فکر کنم خوب گشنه شده باشه. هیچ می دوست عزیز نمون که خودم معرفی بکنن چی کار هستن. عاجل انداختن بالای او گلیم خوش شده خود اول معرفی بکنن بعد از اون مهمان از اینا حتما میشه خودم معرفی کنن. سلام علیکم بینندگان عزیز شما. ما عبدالغنی بچه جمال محمد از سلیمی هستیم. خیلی خوش شدیم واقعا. خیلی خوشحال شدیم. زنده باش. بسیار خوب دوست عزیز، هفته چند روز به بازار می؟ هفته 2 روز به بازار. شنبه و چهارشنبه. دوشنبه و پنجشنبه. امروز که یک شنبه. دوشنبه. باز من با فکر یک شنبه بودم. مطمئنی دوشنبه. نه که تایید کن دوشنبه میگم. وقتی که لالا اینا که امی اسم میمونی رو میشن شنبه و شنبه. دو بابو خاطر. خب موفق باشید دوست عزیز. آمادگی بگید ان شاء الله میای. زنده باشیم. خیلی چند جای دیگه میمون میشه. اینا میشه چیز میمون شده. دوستان گرامی، یک اتفاق بسیار جالبه که امروز افتاده. البته خب ما هم آمده اتفاق هم اینجا افتاده که چند تا دوستایی که از شهر تشریف آوردن با یک 4 نفر درسته
اینا کارت ختم قرآن آوردن و یک نفر رو هم دعوت کردن و 4 نفر هم همراه خود از این کارت ختم قرآن بودن که انشالله باز بعدا خود از اونا هم صحبت میکنیم. جناب 4 تا هم بس دادم ادام دارن که امشب هم مثل این فردا خود شما میریم به ختم قرآن به 4 نفر. بله جناب حاجی صاحب عزیز، در ادامه برنامه شما اشاره کنیم در مورد، البته در مورد رسم و رسوم کلا این منطقه شما گفتین که مسئله برده که وقتی یک جوان نامزاددار میشه بحث پیشکش و مهریه که بالایی و اینا از قدیم بگین. وقتی که خود شما ازدواج کردیم دیگه نمیفهمم که 1 مرتبه ازدواج کردیم 2 مرتبه ازدواج کردیم، از شما چگونه بود؟ مثل حالی بود؟ پیشکش ها اینا چقدر بود؟ و همون پولی که مثلا به همون زمان پیشکش میگرفتن یعنی کم بود یا نسبت به حاله باز هم همین پیشکش کاله که اگه پول سر بده من رقم میشه؟ به دورانی که ما آدم نامزاددار شدم، بله به او زمان به مو پولای قدیم بود. تقریبا پیشکش‌های دخترها در حدود 25 لک افغانی بودن که فعلا همیشه 2,500 افغانی. فعلا 2,500 افغانی میشه. بله انا البته که اول شما یا دیوم شما البته راجع به ازدواج اول و دیوم گفتیم. بله همون شاعر گفته بوده که اگر شیر و شکر می‌ای تو زن کو، اگه خون جگر می‌ای 2 زن کو. اگر می گدایی پیشه کنی برو جای دیگر فکر 3 زن کو. آخه امیر یک بار دیگه هم میتونه کامل بله بدون توضیح میتونه قشنگ بگی. اگر شیر و شکر می‌ای تو زن کو، اگر خون جگر می‌ای 2 زن کو. اگر می گدایی پیشه کنی برو جای دیگر فکر 3 زن. آخه چوری میگم اگر از افغانستان بیرون شد هم دیگه امکان نداره. خب حالی کسایی که مثلا 3 تا خانم دارن و بعضی هم که 2 تا خانم دارن اونا دیگه خب طبیعتا همین حالته به سر اینایی که خود از دست نمیدن دیگه او باز خود اینا در مورد خود قضاوت بکنن، در مورد خود مثلا تصمیم بگیرن که چه کار باید بکنن. راست میگی. البته اون زمانی که من نامزاددار شدم از ما به حساب موخی بوده، پول پیشکش ندادیم و همشیری به حساب کنیم خسورگوری ما داده بودن. ما خب پول پیشکش ندادیم منتها عروسی کردیم و پیشتر صفی صاحب گفتم که از کاکا پرسانی بکنیم که به زمانی که اینا نامزاددار شدم خاطره خوشی داشتم یا خاطره تلخی. اگر حقیقت رو بگم من خاطره خوشی داشتم نه هم تلخی. دلیل از این بود که من به خانه ماما خورفته بودم طرفای امام شیشنور، یک دم بیامدم همشیره‌ها به جلوی من چکه زده و دیره زده بودم، گفتم خیریت، گفتم بابا تو نامزاددار کرده. با کجا؟ به قلنو. دختر کی؟ گفتم ما بلد نیم اسم دختر فلانی باشه. وقتی که من خجالت میکشیدم من پیر خو پرسان کنم دختر کی بود دادیم، حتی اسم نامزاد خو بلد نیم، خسرو خوشی خور ندیدم، خسرو برا خوشی چهار ندیدم. همین تو جنب مونده بودم که آیا من احساس خوشی داشته باشم یا احساس تلخی. در حدود 14 روز من به خونه لحظه شماری میکردم که من کی یک وقت خونه خسرو خو برم و من نامزاد خور ببینم. خب به اون زمان هم به عوض کسی نمیدید، وقتی که خود نامزاد دارم میشد نامزاد خور به عوض نمیدیدم. بازی بود که من دیگه خسر ما آمد و باز مر تکلیف کرد و مر ببرد به حساب قلنو به خونه خود. خدا را شکر از زندگی خود تا فعلا در حدود 30 سال میشه عروسی کردم. به می 30 سال خدا را شکر از زندگی خود و از خانم خود و از کل اولادی که دارم همگی رزین. خدا را شکر. خدا را شکر. سلامت باشید. خدا را شکر. خدا شما را حفظ کنه. آیا فرق عروسی ها قدیم تا با حال چی تفاوت‌های هست؟ یعنی قدیما مثلا شما راحت تر عروسی میکردن، مردم بیتر جمع جوش داشتن یا حاله؟ باور کنیم نسبت به سابق و نسبت به حاله چندان فرقی نداره. به خاطر ازی که ما یک وقتی خانه عروسی ما شد با خانه بود، ما یک نفر بودم دم سراب به سراب بگشتم 21 چراغ رکابی من پیدا کردم که به تیمی صحباتا اینا آویزون کنین که این میمونا خبریا میایه به حساب اینا به زمین نخوره. اما بحث زمستونی و تابستونی خب قدیم هم البته بود فکر رسم و رواجا و نمیفهمم عید روزه و عید قربان و اینا کلا رسم بردا بود دیگه. رسم و رواجا به اون زمان هم بود کمتر بود. یک جفت چبلی بود و دست رختی بود با حالک دیگه انعناتی شده. مثلا دست کم خود ما همین فواد ما که نامزاد داره
به یک عید قربانی سعی میکنیم در حدود 25,000 روپیه گوسفند قربانی تا رخت و لباس و حساب کتاب از دست ما دست کم بگم میره. به یک عید روزه 14,000 قربونی‌ها که به میره غم شده بود که حتی یک مرغ آدم میگیره که 300 قیمتی بود 5,000 شده بود. باز از ما یک بهانه دیگه بود که امسال فواد به ایران بود گفتین دل ما شکستیه بچی ما به ایران ما گوسفند قربانی نمیاره. خیلی خوب جناب حاجی صاحب چند تا اولاد داره؟ خدا رو شکر 8 تا اولاد دارم که 4 تا دختر 4 تا پسر. خداوند زیاد کنه دیگه البته اگر چون که به حساب دیگه از این و زیاد خب بلکه باز یک خانم دیگه بگیریم نیانی بسته. و خب یک سوال البته نیازی به پرسیدن نیه. خب به هر حال بین اولادا خب از همه کدام بیشتر دوست داره؟ این تا که میفهمم که همه اولادا باز فرق نمیکنه که چی پسر باشه چی دختر، همه اولادا خور همه دوست دارن. خب باز نگاه میکنه که یکی یا مثلا نابغه یا یک احترام خاص‌تر به پدر و مادر خود داره که یک نسبت به دیگر آدم خب هرچی نباشه باز بیشتر دوست داره. خدا را شکر که اولادام همه خوبم، منتها نسبت به بچه‌ها کرده بچه‌هام همه با ما کار میکنم زحمت میکشم همه دوست دارم، ولی دخترها خور از بچه‌ها بیشتر. خوبی که طبیعتا خب دختر هر چی نباشه نسبت به بچه‌ها خب به پدر و به مادر باز بالخصوص به پدر خیلی مهربان‌تره و او مهر و او محبت و عشقی که نسبت به پدر داره دختر خب پسر نداره، چون خب پسر بالاخره سری و خیلی گرمه و اینا. خب یک جمله که قشنگی، یک جمله مثلا محبت آمیزی در مورد فواد برای فواد بگین. البته برای فواد کدام جمله کنه دارم ناراحت که نیم از دست از همگی بشار رزیم. خب یک جمله خداوند اینا رو هم عمر بده دیگه. همین جمله خوب از اینه که از رزیم خدایی بچه خیلی خوبیه، بله رفیق خیلی خوبیه و ما هم از همه رقمی که شما از راضییم ما هم از راضییم. خداوند از راضی باشه، خداوند رو حفظ کنه، ان شاء الله زودتر هم عروسی خوب کنه. جناب یوسف صاحب این لطف مهربانی شما واقعا دست شما درد نکنه، ولی هر چطوری ما از برکت حاجی آقا جان الحمدلله الگوی ما ایناین از هر لحاظی از اخلاق اگر ما به بحث رفاقت و به بحث هر آن چیزی که شما لطف کردین فرمودین هم از برکت آقا جان من خدا اندونا رو حفظ کنه ان شاء الله ساینا هیچ وقت از سر ما کم نکنه. آقای یوسف صادق من بیشتر با برادرها فواد جان که دید و بازدید داشتم خود اینا صحبت میکنم، اونا میگفتن برار کلون منو، یکی دیگه هم میگفت برار کلون منو، ولی ما بفهمم از فواد جان پرسان کنیم برار هم کلون کینه کلون کینه. البته امی کسانی که این طرف ششته یعنی اینا با بس یک ختم قرآن به بحث یک موضوعی که جلوی کامره هیچ وقت گفته نمیشه اونا من کلون دارن. ولی در اصل برادر بزرگم جواد جانه و برادر بزرگترم فرزاد جان که به گوشتی پهلوی اینا هم تازه شروع کرده انشالله و استعداد داره. فرزاد جان از من 7 سال خودتره و جواد جان 2 سال از من بزرگتره. چند ساله ای فوا؟ من 27. یعنی اونا 20 ساله جان اونا بله اونا 20 ساله. خیلی خوب. برادر 3 برادرم گفتین؟ 4 برادر. 4 برادر. یکی اونایا یکی اونا هم یک خود شما یک دیگه و یک خوردی هم انشالله یادم رفت که برای شما بگم انشالله به تسرا به امید خدا باز بریم میگم استعداد شعر گفتن و صحبت کردن داره. خوردن چند تا شعر برشون بگه خیلی انشالله میگم برای شما. خیلی خوبه خیلی خوبه. تشکر از شما. دوستا بسیرم جان کی میشناسه؟ همه میشناسن. اینو با کجا دیدیم اونا؟ نه اینا پای تاکسی نبودن. تاکسی بودی؟ غیر از تاکسی یک سریال چند سال پیش از تلویزیون عصر پخش میشد به اسم facebook.com شاغلان. ای کاش نمیگفتم میپرسیدم که اسم از اینا چی بود. البته شاغلان جان یکی از اون دیالوگایی که به سریال facebook.com میگفتیم یک دیالوگ که مقبولی بله میگم شاغلان بله نه جان بفرمایید. تو چای شیرین می یا چای تلخ؟ من نه چای شیرین مام نه چای تلخ، من زن مام زن. زودی به من زن بدین که میرم کار دارم. آقای یوسف زاده شما چی مایید؟ چای شیرین مایید، چای تلخ مایید یا زن مایید؟
یار من هیچ کدوم هیچ کدوم نمیشه دیگه. من زودتر جمع شنگرام چیز رو چاشتم گوش نشده همه گوشه شده واقعا.